یه غزلی همینطوری حالا پیش دست من از میخونم براتون بیتایشی ازش. زمان میان من و او جدایی افکنده است. زمان میان من و او جدایی افکنده است. من ایستاده در اکنون و او در آینده است. چه مایه گشتم و آینده حال گشت و گذشت. هنوز در پی آینده حال گردنده است. به هر قدم قدری گفتم از زمان کندم. کنون چون می نگرم او ز عمر من کنده است. به آرزو نرسیدیم و دیر دانستیم که راه دورتر از عمر آرزومند است. تا آن زمان به سرم سایه خواهی افکندن که پیش پای تو ترکیب من پراکنده است. به شاهراه طلب بیم نامرادی نیست. زهی امید که تا عشق هست پاینده است. ز دور باش حوادث دلم ز راه نرفت. بیا که با تو هنوزم هزار پیوند است. به جان سایه که میرنده نیست آتش عشق. مبین به کشته عاشق که عاشقی زنده است. الحمدلله صدای من در این انتظار بیخود طولانی یه شعری هست به اسم آواز غم. میان گوینده و غم یک گفتگوی در میگیره. چارهش اینه که اگر با چشم وقتی ببینین معلومه که کجا حرف گوینده است کجا حرف غمه، ولی وقتی یک میخونه باید صداشو تغییر بده. در شرایط فعلی که من دارم این کار برای من دشواره. ناچار باید خودتون حس بزنین کجا حرف منه کجا حرف غمه. در من کسی پیوسته میگرید. این من که از گهواره با من بود. این من که با من تا گور همراه است. دردیست چون خنجر یا خنجری چون درد. همزاد خون در دل. شک دارم. ابریست بارانی، ابری که گویی گریه های قرنها را در گلو دارد. ابری که در من یک ریز میبارد. شبهای بارانی او با صدای گریه‌اش غمناک میخواند. رودیست بی آغاز و بی انجام. با های های گریه‌اش در بیکران دشت میراند.
پیری حکایت گوست که از کودکی با خود مرا می برد در باغ‌های مردمی گریان. اما چه باغی، دوزخی، کانجا هر دم گلی نشکفته می پژمرد. مرغیست خونین بال که از زیر پر چشمش اندوهناک سنگ باران هاست. او در هوای مهربانی بال می آراست. کی مهربانی باز خواهد گشت؟ نه، مهربانی آغاز خواهد گشت. از عهد آدم تا من که هر دم غم بر سر غم می‌گذارم، آن غمگسار غمگساران را به جان خواندیم و از راه و بیراه عاشق وش از قرنی به قرنی سوی او راندیم. وان آرزو انگیز عیار هر روز صبری بیش می‌خواهد ز عاشق، دیدار را جان پیش می‌خواهد ز عاشق. وانگه که روی می نماید یا چشم ابروی پریوار، بازش نمی دانند، نقشش نمی خوانند، دل می گریزانند از او چون وحشتی افتاده در آینه تار. هرگز نیامد بر زبانم حرف نادرخواه، اما چه گفتم؟ هر چه گفتم آه، پای سخن لنگ است و دست واژه کوتاه است. از من به من فرسنگ ها راه است. خاموشم اما دارم به آواز غم خود می دهم گوش. وقتی کسی آواز می خواند خاموش باید بود. غم داستانی تازه سر کرده است. اینجا سراپا گوش باید بود. درد از نهاد آدمی زاد است. آن پیر شیرین کار تلخندیش حق گفت. آری، آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، اما این بندی آز و نیاز خویش هرگز تواند ساخت آیا عالمی دیگر یا آدمی دیگر. ای غم، رها کن قصه خونبار، چون دشنه در دل می نشیند این سخن. اما من دیدم بسیار مردانی که خود میزان شأن آدمی بودند و از کبریای روح بر میزان شأن آدمی بسیار افزودند. آری، چنین بودند آن زنده اندیشان که دست مرگ را بر گردن خود شاخ گل کردند و مرگ را از پرتگاه نیستی تا هستی جاوید پل کردند. اما چه باید گفت از انسان نمایانی که ننگ نام انسانند، در رند خویانی که همدندان گرگانند، آنان که عشق و مهربانی را در دستهای کور کین کشتند، آنان که انسان بودن خود را در پای دین کشتند. ای غم، تو با این کاروان سوگواران تا کجا همراه می آیی؟ دیگر به یاد کس نمی آید آغاز این راه هراس انگیز، چونان که خواهد رفت از یاد کسان افسانه ما نیست. با ما و بی ما آن دلاویز کهن زیباست. در راه بودن سرنوشت ماست. روز همایون رسیدن را
پیوسته باید خواست. ای غم نمیدانم روز رسیدن روزی گام که خواهد بود، اما در این کابوس خونالود، در پیچ و تاب این شب بنبست، بنگر چه جانهای گرامی رفتند از دست. دردیست چون خنجر یا خنجری چون درد، این من که در من پیوسته می گرید. در من کسی آهسته می گرید. من میتونم از حفظ بخونم ولی شک میکنم و میترسم صدمه بخوره به شعر. به همین چون من جدا کردم همین حالا این شد و هم ریختین همین کارهای منم. خدا لعنت اینم مزد شما. خب ناچار باید ولش کنم. خودم چی میدونم چی میخوام. همین خودش بدش. یک دختری که من ندیدمش ولی به من گفتن که تو باید دیده باشیش. مشخصش همین بود که موهای بلند خیلی قشنگی داشت و گویا یه روزی در خیابان گم شد. بعد از چند ماه خبر دادن که فلانجا خاک شده و یه جوانی که ظاهراً حالا نامزدش بود یا قرار بود با هم ازدواج کنن، شبانه رفته نفش قبر کرده و دیگه که از چیزی نمونده، فقط موهای بلندش مونده. او را ز گیسوان بلندش شناختند. ای خاک این همان تن پاک است، انسان همین خلاصه خاک است. وقتی که شانه میزد انبوه گیسوان بلندش را، تا دور دست آینه میراند اندیشه خیال پسندش را. او با سلام صبح خندان گلی ز آینه میچید، دستی به گیسوانش میبرد، شب را کنار میزد، خورشید را در آینه میدید. اندیشه برآمدن روز بارانی از ستاره فرو میریخت در آسمان چشم جوانش. آنگاه آن تبسم شیرین در میگشود بر رخ آینه از باغ آفتابی جانش. دزدان کور آینه افسوس آن چشم مهربان را از آستان صبح ربودند. آه ای بهار سوخته خاکستر جوانی، تصویر پرکشیده آینه تهی.
با یاد گیسوان بلندت آینه در غبار سحر آه میکشد. مرغان باغ بیهوده خواندند، هنگام گل نبود. خب یک مقدار از این بانگنه رو من براتون میخونم. آقای تاج، ظاهرا صدای کمی کمه. من سعی میکنم این میکروفون رو به شما نزدیکتر بکنم. اگه یک لحظه به من اجازه بدید. ما با این همه دنگ و فنگی که اومدیم باز هم میبینید که نمیتونیم اونجور که باید و شاید. این شعر از سال 51 شروع شده به تدریج و در طول 10-15 سال خود دنبال پیدا کرده. اساس این شعر بر تداعیه، یعنی هر کلمه یه مطلب تازه‌ای رو مطرح میکنه. در این صورت هیچ وقت نمیتونه تمام بشه. آخرین کلمه این شعرم خودش میتونه سرآغاز یه چیزی باشه. این یه اشکالی بود که خب من این شعر رو کی باید تمام کنم، اصلا آیا میشه تمامش کرد یا نه. دیگر اینکه در این شعر یک تصویری هست از حریق در نیستان، نی میسوزه و خاکستر میشه و بعدم دیگه خیلی روز بود که دوباره نی سبز میشه و کاشته میشه و میبرنش و نی درست میکنه. اینا چیز بود. این هم یه مانع بود که دوباره نی نمیتونه وارد این شعری که آتشی که دادیم و سوخته تمام میشه. یه روز تصادفاً این دوتا مشکل با هم حل شد. حالا اون آخرش حتما براتون میخونم که ببینید به چه شکل شده. این شعر اگر موقعی که چاپ شد در سال 1385 اگر منتشر میشد مصادف بود با سال مولانا که در ایران تدارک برای این سال مهم گرفته نشده بود. در ترکیه کارهای فراوان کردن، بودجه های عظیم گذاشتن، فیلم درست کردن از زندگی مولانا و بزرگان دانشمند ترکیه کتاب‌ها نوشتن، بحث ها کردن، سخنرانی ها کردن. در ایران هیچ خبری نشد. در تاجیکستان هم کمی. بله. و این شعر اگر در اون زمان چاپ میشد لااقل یک کاری بود که آخرش هم برمیگرده به مثنوی مولانا. و داستانش هم یه داستان دیگه هم داره این شعر که به خاطر علت دیگه برای من عزیزه. در اسفند 1332 مرتضی کیوان 3 جلد مثنوی مولوی رو به عنوان هدیه تولد به من داد. نوشته شده سایه جان به یاد 6 اسفند، امضای کیوانه. منم یه چیز نوشتم، بانگ نی با یاد عزیز مرتضی کیوان، اسفند 1385. این در 1300 میشه کتاب برگردونید ما ببینیم. بله. کتاب سفر رو بهمون نشون میدید؟ بله اینه. اگر نه متاسفانه فروکس نمیشه. یلا زحمتشو بکشید. ببخشید. در سال 1395 یه مرتبه اجازه دادن منتشر بشه. البته بهتون بگم که بدون
حذف یک کلمه حتی. این اصل اون کتاب هست. 10 سال این موند، جلد شده، چاپ شده، جلد شده، صحافی شده، ولی قرار بود خمیر بشه که نکردن خوشبختانه. یه همچین سرگذشتی هم این کتاب داره. ظاهرا هم یه اشتباهی گرفتن. اونجا یه شعری هست که کسی خود را به سیمرغی گرفت. این مال اسفند سال فلانه که مصادف باشه اون اعلام حزب رستاخیز و فلان از این حرفا، و آقایون خیال کردن که این برای جمهوری اسلامی گفته شده. بعد مسیر شعر هم خودش نشون میده که اصلا هنوز انقلابی در کار نبود. بعداً انقلاب منعکس میشه تو این چیز به اصطلاح. و خیال میکنم این 1 ساعتی که فرصت هست برای شعر خواندن کافی نباشه برای خوندن این، و لزوم هم نداره تمام شعر خونده بشه. ولی یه قسمت هایشو میخونم، بعد باقیش طلبتون. این الان آخرین کتابی که ازتون چاپ شده، این کتابی که در اومده تازه در چاپ نسبتا تازه است. این سال چیزی 95 در آمد، چند 3-4 سال 2 سال پیش. باز بانگی از نیستان میرسد، غم به داد غم پرستان میرسد. بشنوید این شرح هجران، بشنوید با نی نالنده همدستان شوید. بی شما این نای نالان بی نواست، این نواها از نفسهای شماست. آن نفس کاتش برانگیزد ز آب، آن نفس کاتش از او آمد به تاب. آن نفس کاینه را روشن کند، آن نفس کین خاک را گلشن کند. آن نفس که از این شب نومیدوار برگشاید خنده خورشیدوار. آن نفس که از شوق شورانگیز وی بردمد از جان نی 100 های و هی. نی مدد میخواهد از ما ای نفس، هان به فریاد دل تنگش برس. سالها ناگفته ماند این شرح درد، دردمندی خوش نفس سر بر نکرد. عاشقان رفتند از این صحرا خموش، بر نیامد از دل تنگی خروش. دردها را سر به سر انباشتند، انتظار سینه ما داشتند. تا نفس داری دلا فریاد کن، بستگان سینه را آزاد کن. ناله را دم میدهم هر دم از آن، کان نهان در ناله بگشاید زبان. بی لب و دندان آن دانای راز، نشنوی از نی نوای دلنواز. از نوازش های آن نوش آفرین، می شود این ناله نی دلنشین. دلنشینتر می شود وقتی که او می نشیند با دلت در گفتگو. سر به گوشت می گذارد گوش کن، نغمه های نغز او را نوش کن. او نشان عاشقان دارد ببین، عاشقی 100 داغ عشقش بر جبین. عاشقان چون زندگی زاینده اند، عاشقان در عاشقان پاینده اند. عشق از جانی به جانی می رود، داستان از جاودانی
می رود. جاودان است آن نو دیرینه سال، رفته از جامی به جامی این زلال. مردن عاشق نمی میراندش، در چراغی تازه می گیراندش. سرنوشت اوست این خود سوختن، شعله گرداندن، چراغ افروختن. آن نفس کو ناله پرداز نی است، تابشی از آتش جان وی است. او درون ناله پنهان می رود، و از ره گوش تو در جان می رود. گوش را پاکیزه کن از بانگ بد، تا نوای خوب او در جان رسد. بینوایی هات از نادانی است، در تو نای و نایزن زندانی است. تو گلوی نای خود را میبری، تو ز خون ناله های خود پری. این ستمکاری است، این خون کردن است، خون چندین عاشقت در گردن است. زین گلستان ها که ویران میکنی، اندرونت را بیابان میکنی. آن غریبت در بیابان میرود، تشنه لب بیخ دل خود میجود. ای نی محزون روان کن در کویر، رود آن آوازهای دلپذیر. از نوای نی بهشتت میدهند، ره به گلباغ سرشتت میدهند. پرتوی میتابد از کاشانت، میهمان میآید آن خویشانت. او زبان دردهای بیدواست، با زبان درد مردم آشناست. با دلت میگوید آن آموزگار، سرگذشت عاشقان روزگار. او خبر دارد ز جان هر خبر، هر خبر در جان او دارد گذر. چون سفر با هر مسافر همره است، نوح کشتیبان و خضر آگه است. رهروان را می نماید رسم و راه، پیش یوسف می نشیند قعر چاه. شب به چاه افتادگان سر می زند، صبح با خورشید سر بر می زند. از درون ظلمت شبهای بد، با خیال روشنایی می رسد. چشم را فهم اشارت می دهد، رستگاری را بشارت می دهد. با سلیمان می نشیند تن به تن، از زبان مرغ می گوید سخن. می رود خندان در آتش با خلیل، می گشاید راه بر موسی ز نیل. می برد با خوابهای دلپذیر، آب را در تشنه چشم کویر. از نشانی های آن خورشید خند، لعل را در سنگ پیدا می کنند. دارد این آوارگرد کوه و دشت، پا به پای عمر دنیا سرگذشت. مانده در اندوه چشمش یادگار، عکس تار جاده های انتظار. عشق ای اندیشه آموز خرد، از تو هر اندیشه آبی میخورد. او رسولی از تبار آدمی است، مژده بخش روزگار خرمی است. او امید پرشکیب جهد ماست، عهد او با ما وفای عهد ماست. از اشارتهای چشم فرخش، خویشتن را میشناسی در رخش. باز میابی بهشت خویش را، میشناسی هم سرشت خویش را. در کنارت می نشیند غمگسار، از میان جان بگیرش در کنار. پیش او بگشای این بغض گلو، با زبان گریه درد دل بگو. از تو میپرسد که چونی، گو خوشم، با تو گلشن می نماید آتشم. بی تو گر 100 ره در آتش می شوم، چون تو از ره می رسی خوش می شوم. پرتو مهر تو بر من تافته است، ذره ذره جان من جان یافته است. آسمان از اشک من آگنده شد،
گریم رنگین کمان خنده شد. جان عاشق آشیان رازهاست، تا کرا پروانه پرواز هاست. مرغ همت گر بدان سوها پرد، مژده ها زان گلشن قدس آورد. مرغ دل آمد به خرمن خانه ای، قرص خورشیدش نماید دانه ای. عشق را تا بال و پر بخشیدم، دانه خورشید را کی چیدم. دام در راه است و گلشن دورتر، دانه بگذار و در آن گلشن نگر. نی اگر در فکر آب و دانه بود، کی جهان از نالش دیوانه بود. در نیستان هر زمانی ناله هاست، تا کرا گوش و زبان آشناست. گوش جان تا با لبش همسایه نیست، زان نواهای نهانش مایه نیست. ناله می گردد به گرداگرد سر، تا کجا گوشیست گیرای اثر. نور بی رنگ است و موج بی صدا، تو بیا رنگ و صدا را کن ادا. هم سفر گشتند کوری و کری، رفته رهجویان به هر بوم و بری. شامگاهان پای در دامن کشان، بر لب دریا گذار افتادشان. موج سر می کوفت بر سنگ از قفا، کوه کف صد پاره می شد در هوا. رعد همچون نعره دیوانوار، هر طرف می تاخت بی اسب و سوار. آذرخش از کوه می آمد فرود، چون سواری سرخ بر اسبی کبود. آن یکی بانگ هیولایی شنید، مانده در تاریکی شب ناپدید. وان دگر دیوانه کوشی گنگ دید، که از پی زنجیربانان می دوید. هر کس اینجا می برد نوعی گمان، از نشان دور است تیر این کمان. آسمان آسود و دریا رام شد، مرغ صبح از آشیان بر بام شد. موج نرم آهنگ رقص آغاز کرد، مرغ دریا پر زد و آواز کرد. آن یکی می دید مرغی بی سرود، وان دگر بی مرغ بانگی می شنود. هیبت دریا نه این است و نه آن، گوهر دریاست از ساحل نهان. نقش دریا از کران پرداختی، تا نرفتی در میان نشناختی. خفته بر ساحل ندانی چیست این، چون در او افتی بدانی کیست این. زنده باید تا ز جان دل برکند، مرده را دریا به ساحل افکند. وه که دریا را فراوان رنگ هاست، چنگ او را هر زمان آهنگ هاست. تا نپنداری که داری چشم و گوش، آن شنیدن ها و دیدن هات کوش. چشم ها را جلوه های ناز نیست، گوش ها را لذت آواز نیست. چشم را چون دل بود فرمان روا، بشنود از هر نگاهی صد نوا. گوش را گر عشق بخشد ناز و نوش، از شنیدن راه جوید در نقوش. آری ای جان چون بجوشد هوش تو، بشنود چشم و ببیند گوش تو. دست عیسی از چه آمد دلنواز، درد را میدید و میشد چاره ساز. تو نبینی باد را الا به برگ، اینت نابینایی و حرمان و مرگ. گر ببینی باد را بیننده ای، ورنه از دیدار خود شرمنده ای. تو به بانگ مرغ خو کردی و سخت بیخبر ماندی ز آواز درخت. مرغ را هم بر سزا نشناختی، دانه افشاندی و دام انداختی. در قفس کردی تو مرغ خوش سخن،
تا ز خودخواهی بگویی مرغ من. ناله از کنج قفس شادی کش است، مرغ را پرواز آزادی خوش است. خود قفس گشتی پر از باد هوس، می گریزد مرغ آزاد از قفس. باغها در سینه داری با صفا، در گشا تا مرغت آید از قفا. مرغ می آید در آغوشت مدام، بی نیاز دانه و بی رنج دام. مرغ می آید تو سنگش می زنی، در قفس چون گربه چنگش می زنی. در چمنزار درونت غلغلی است، زان که بر هر شاخسارش بلبلی است. سر بنه در خود که از باغ درون، بشنوی در گوش دل گلبانگ خون. ای که ماندی در شکر خواب صبوح، بی نصیب افتادی از آواز روح. بر بهشت خفته‌ات آبی بپاش، خیره چون دوزخ چرایی باغ باش. باغها را گرچه دیوار و در است، از هواشان راه با یکدیگر است. شاخه از دیوار سر بر می کشد، میل او بر باغ دیگر می کشد. باد می آرد پیام آن به این، وه از این پیک و پیام نازنین. شاخه ها را از جدایی گر غم است، ریشه ها را دست در دست هم است. تو نه کمتر از درختی، سر برآر، پای از زندان خود بیرون گذار. دست تو با دست من دستان شود، کار ما زین دست کارستان شود. ای برادر، در نشیب و در فراز، آدمی با آدمی دارد نیاز. گر تو چشم او شوی او گوش تو، پس پدید آید چه دریاهای نو. آه که از دریا چنین نتوان گذشت، ای خوشا جوینده ای که از جان گذشت. هر که دریا را به قدر خود شناخت، آشنای او نشد تا جان نباخت. هر که از دریا نشانی می دهد، نقشی از سود و زیانی می نهد. گر ز بازرگان بپرسی این خبر، گوید از کشتی و غواص و گهر. شاعر سرگشته سودا پرست، در شب مهتاب بر ساحل خوش است. پیر ماهیگیر و موج و بیم جان، جان بهای نان. تمام داستان. چیست دریا؟ چشم پر اشک زمین، در نگاهش آرزویی تهنشین. آرزوی پا گشودن، پر زدن، بر فراز کوهساران سر زدن. چشمه بودن، باز جوشیدن به کوه، دم زدن با آن بلند باشکوه. خویشتن از خویشتن انگیختن، از درون خویش بیرون ریختن. تشنگی نوشیدن از پستان خویش، آب دادن تشنه را از جان خویش. میکشد دریا در این سودا خروش، خون دریاییش میآید به جوش. سینه و سر میزند بر صخره ها، تا شود از تخته بند تن رها. گریه را در ابر از آن میپرورد، تا پیام او به کوهستان برد. گوید آنجا چون رسیدی هان ببار، سرگذشت ما بگو با کوهسار. کوهسارا زان بلند دلنشین، چون گیاهی در بن چاهم ببین. در شب دریایی خویشم اسیر، گر سراپا گریم بر من مگیر. از صفای چشم ساران یاد کن، زین غم دریاییم آزاد کن. ماندم با صبر دریا پایبند، ماهتابا بر سرشک من مخند.
از غم مرجان چه میداند بهار؟ ارغوانم سنگ شد در انتظار. حالا آخر این مثنوی رو براتون بخونم که میگه خوبرو هنگام دیدارش رسید، آمد و خود را در این آینه دید. خوبرو هنگام دیدارش رسید، آمد و خود را در این آینه دید. میکند از دیدن خود رو ترش، آه از این آینه دیدار کش. حسن او را نیست جای دست برد، زنگ این آینه میباید سترد. آب از سرچشمه صافی بود و پاک، به سر آلوده کردش بویناک. بعد چند تا خواب آینه هست که آینه خواب میبینه، یک زیباروی میاد آرایش میکنه، آرایش اون رو نشون میده. یه بیت هم هست برای ماتیک مالیدن: دست گلگون بر لب چون غنچه برد، غنچه را گل کرد و گل بر گل فشرد. دست گلگون بر لب چون غنچه برد، غنچه را گل کرد و گل بر گل فشرد. اون در واقع بویناک کلمه آخر اون شعر بانگینه بود که گفتید میتونه آغاز به همه اینا دیگه اونجا. بعد حریق نیسان رو رسم میکنه و نی میسوزه خاکستر میشه. بعد میگه که ای نی محزون کجایی؟ نیست نی دیگه. ای نی محزون کجایی؟ سوختیم، تیره شد آینه ای که افروختیم. آه از آن آتش که ما در خود زدیم، دود سرگردان بی سامان شدیم. راندگان دل نهاده با وطن، ماندگان غربت طاقت شکن. باغ این آینه بی برگ و نواست، آن بهار انگیز گلگستر کجاست؟ سینه می جوشد ز درد بی زبان، ای نوای بی نوا نی را بخوان. نی حدیث حسرت و حرمان ماست، نی دوای درد بی درمان ماست. نی خبر دارد از آن باران که ریخت، آشیان لکلکی از هم گسیخت. نی خبر دارد از آن گم کرده جفت، آهوی کوهی که جز در خون نخفت. نی خبر دارد ز اشک پهلوان، دشنه در پهلوی سهراب جوان. نی خبر دارد از آن مردان مرد، خونشان گلگونه رخسار زرد. نی خبر دارد ز درد اشتیاق، سینه های شرح شرح از فراق. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. خیلی ممنون. به حال شما صدای ما چند نفر رو میشنوید، ولی الان خیلی ها، چند صد نفر دارن شما رو تو این دوربین به حال نگاه میکنن و صداشون رو برای تنها شما عذاب نمیکشین، اونا هم دارن میکشن. ما حاضریم همیشه در عذاب باشیم اگر این عذابه. و حالا این چند صد نفر توی مدت همش سوال هم نوشتند که اگر اجازه بدید ما این سوال ها رو بعد اونا هم آزادن که هر سوالی دلشون میخواد بکنن. منم آزادم که به هیچ سوالی جواب ندم. بله، زنده باد آزادی. بفرمایید. سوال ها رو ما در واقع انتخاب نمی کنیم. این سیستم یک حالتی داره که همه میتونن به سوالی که شده رأی بدن، به حالت اینکه سوال رو میپسندن یا نه. و من سوالا رو از بالا میخونم، سوالی که بیشتر از همه
طرفدار داشتن. آیا در آینده ایران شاعری چون الف سایه یا شاملو خواهد آمد، آینده شعر و ادبیات را در ایران چگونه می‌بینید؟ والا اینو از من و از هیچ کسی دیگه نباید بپرسین جز این که از فالگیرها و منجما و غیبودانا. کسی نمیدونه آینده اصلا آیا کره زمین خواهد موند، آیا زبان فارسی خواهد بود با این وضعی که ما حالا داریم، اینقدر اصطلاح لااقل همین اصطلاحات کامپیوتری. ببین چقدر کلمه آمده. شما حکیم ابوالقاسم خان فردوسی و شیخ سعدی رو اینا رو جمع کنین، ازش بپرسیم مثلا فرافکنی یعنی چی نمیدونه واقعا. این موقع تازه ساختیم. بعد کلیک کردن و میام فلان و دنیای مجازی اون اصلا از حقیقت و مجاز یک تصور دیگه بود، یک تصویر دیگه بود. حالا به این دنیای اینترنت میگن دنیای مجازی. اگر زبان فارسی نباشه خب شعر فارسی هم نخواهد بود. من واقعا یکی از نگرانیام این است که مثلا 50 سال دیگه 100 سال دیگه نمیدونم کی یکی پیدا بشه بگن که این زبان فارسی بلده، مثلا در یک جزیره‌ای در اقیانوس آرام، بعد اونم بیاد راست و دروغ یه مقدار کلمات سرهم میکنه، میگه بله شما یه شاعری داشتین در این آدمایی که تو این نقطه جغرافی زندگی میکنن مثل خواجه حافظ شیرازی و این حرفا رو زده. یه حرفایی هم به بیچاره حافظ هم نسبت میزندی، معلوم نیست که این چقدر فارسی بلد بود و دونسته ترجمه بکنه وقتی زبان فارسی نباشه. و حیف واقعا، یعنی یک از نظر شعر من خیال میکنم ایرانی ها میتونن در تمام دنیا با سرافرازی بگن ما همچه ادبیاتی داریم، شعری داریم، هم از نظر اندیشه هایی که در این زبان بیان شده. شما حالا اینقدر گفتن عادت کردین بنی آدم اعضای یک دیگرند، یا با قول امروز هم دارن به یک پیکرند که در آفرینش دیگه چون عضوی به در داورت روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. ببینید اینو در 800 سال پیش گفتن، در قرون تاریکی. مثلا آدم داخل آدم نبود واقعا و فراوانه از نظر زیبایی. تو یه شاعری که بریم مردم معمولی ایران کمتر شناخته است، مثل فرخی سیستانی. من و درخت کنون هر دوان به یک صفتیم، منم زیار جدا مانده و درخت از بار. به برگ سبز چنان شادمانه بود درخت که من به روی نگارین انبوته فرخار. همین چند هفته پیش جز خبرهای علمی بود که درخت ها با هم دیگه رابطه دارن. این هم شنیدین دیگه لابد. این به اون قرض میده از طریق قارچ‌ها و فلان اینا. یکی دو تا درخت هم با هم دعوا دارن، قارچ‌ها رو نمیذاره به اونجا برن. اصلا ما خیال میکنیم که زندگی همونی که من بگم صبح پاشم بگم سلام علیکم، اون میگه حالتون چطوره. اگه کسی این چیزو نداشته باشه معنا زندگی نیست. زندگی اول با یه مولکول شروع شده، یه سلول شروع شده، فلان شده. بعد تا حیوانات دیگه دارن زندگی میکنن با زبان خودشون، با هم عشق بازی میکنن. شما دو تا مرغ رو نگاه میکنین ببین چه بازیهایی در میارن. واقعا در داستان لیلی و مجنون همچه چیزی نمیبینین. رقصی که این دوتا میکنن در موقع آشنایی با هم دیگه دیدین حتما دیگه، فیلمش تو تلویزیون مرتب نشون میدن. ما خیال میکنیم زندگی همینی که فقط ما داریم. یک دانشمند جوان انگلیسی صدای پرنده ها رو ضبط کرده و نشسته سالها کار کرده و رمز زبان پرنده ها رو در آورده. این گنجشکه به اون گنجشکه میگه نیا منم دارم میرم، اینجا خطرناکه.
یا میگه بیا اینجا دونه زیاده مثلا، یا جفتش چه صدا میکنه. ما میگیم گنجشی میگه جیک 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 جیک، اون جیک جیک نمیگه. جان که یکی از کره مریخ مثلا بیاره تلگراف خانه ما میگه نقطه خط نقطه خط نقطه خط میزنن دیگه. نقطه خط نیست فقط این دو تا نقطه است، یه خطی، یه خط دو تا خطی، نقطه است. ما میگیم نقطه خط نقطه خط نقطه خط، یا 010101 رمز اینترنتی دیگه. این همه اطلاعات با این 01 داره بیان میشه ظاهرا. یه چیزایی هست که من نمیتونم بفهمم. من تا پیش از اینکه بیایم آلمان و بی خودم آمدیم مثلا، تقصیر زنم و این دخترم بود که پاشتن آمدن و با هم یکی ناشوشیم بیاییم. تا پیش از اینکه به آلمان بیام اطلاعات من درباره فضا مساوی آخرین اطلاعات بود که منتشر شده. یعنی من میتونستم با هر کسی که راجع به فضا صحبت میکنن بشینم صحبت کنم. حالا نه. حالا یه چیز هست که نیفهم. میگن که کل این کائنات میلیاردها کهکشان، نه ستاره، تو همین کهکشان راه شیری که ما هستیم میگن چند میلیارد کهکشان هست. نه بعد همه این دم و دستگاه دارن دست جمعی با یه سرعت 30 کیلومتر در ثانیه یا همچین عددی دارن به یه طرف میرن. کجا میرن معلوم نیست. این فضا چقدر ظرفیت داره که اینا میلیاردها ساله دارن میرن، همینطور دارن میرن. بعد اصطلاحی هست میگن بله فضا چین میخوره. بخوام این وسعت رو چیز کنم، من چین خوردن بلدم چیه، پارچه رو اینطوری میچرخونین چی میدین، ولی چین خوردن فضا رو نمیتونم بفهمم. هر چه زور میزنم نمیتونم بفهمم. ما در همچه دنیای زندگی میکنیم و کی میتونه بگه که، ولی اگه دنیا به همین شکلی تا حالا هست باشه ادامه بده، من شک ندارم که شاعرانی خواهد سرکلهشون پیدا شده، نه تنها در شعر، در هنرهای دیگه هم پیدا شده. ببینین در جوانی من این حرف 1000 بار من گفتم، توی یه مهمانی که میرفتیم گاهی یه پسر ارمنی پیدا میشد ماندولین بلد بود بزنه. یکی هم من یادمه که آکوردئون میزد. یه بچه مسلمان پیدا نمیکردین شما ساز بزنه. من چند نفر نوازنده ساز میشستم، پیرمردایی بودن که قدیم ساز میزدن، از جمله پدر خود من که بعدا گذاشت کنار، گفتن که ایوه، میگن پسر آقای فلان، داماد آقای فلان مطربه. بعدم در جمهوری اسلامی شما حق نداشتین سازتون رو حمل کنین. بچه ها جعبه ساز رو نمیتونن حمل کنن. صدای زنم ممنوع شد. من نوار دارم همینجا، همین حالا میتونم دکمه رو بزنم براتون پخش کنم. 6 تا دختر نشستن، تنبک میزنه، تار میزنه، کمانچه میزنه، سنتور میزنه، میخونه، یکی ساز دیگه نمیدونم چی. شما باور نمیتونیم بکنید اینقدر. دیگه من که هم دارم خجالت میکشم، من تو این اتاق من اونو تنها هستم، پا شدم واسطم رو به تلویزیون تعظیم کردم. تنها دست کاری که میشستم این بود. و اگه یکی پشت در بود میگوی خل شده، گفتم ایران زنده است. 6 دختر جوان در دوره که موسیقی حرام شده، ممنوع شده، اول انقلاب اصلا حق کلمه به کار بردن کلمه موسیقی رو نداشتین شما، میگفتن سرودهای انقلابی. من همین دیروز یالا برام ایشت فرستاد، یک جوانی تار زده، یک جوانی هم آواز خونده. من اینجا عکس، چون عکس من از لطفی گرفتم، این عکس اینجا یالا آورده.
فیکس آقای لطفی رو. بله. فکر میکردم که اگه لطفی بود این سازی که این جوان زده رو گوش میکرد یه نفس راحت میکشید. من عکس رو نشون میدم به میگفت که یا خدمتی که آقای برومند کرد تار دوباره به شیوه اصلی خودش شناخته شد. و یه روز من با آقای علیزاده گفتم که این ترکمنی که تو ساختی خیلی قشنگه، ولی عیب بزرگش اینه که کی میخواد بزنی اینو جز خودتو. گفت نه آقا شما اطلاع ندارین، چند تا از شاگردای من مثل من به خوبی من میزنن این قطعه ترکمانو. در سال 1359 اگه اشتباه نکنم 8 یا 9، یعنی یک سال خورده از انقلاب گذشته بود، به من گفتن در تهران فقط 25,000 نفر هنر آموز ستار هست. ما به طور شناخته شده آقای عبادی رو داشتیم ستار میزد، اونم به شیوه خاص خودش، و 2-3 نفر دیگه بودن، آقای مشون، آقای فروتن، آقای که پیرمردایی بودن که شاگرد میرزا عبدالله بودن فلان بودن، محرمانه تو خونشون ساز میزن، جوری کسی ساز نمیزن. ما آقای جمشید اندلبی که نی بود وقتی پیدا کردیم ذوق کردیم که برای آقای افشارنیا، نه برای آقای حسن کسایی، برای آقای افشارنیا یه رزرو پیدا کردیم. من به نوار دارم براتون بذارم که 12 دختر نشستن دارن با هم نی میزنن، همه نی میزنن. اسم این 2 نفری هم که گفتین مجتبی عسکری آواز هست و آقای سامان صادقیان تار. بله. شما اصلا شک میکنی که این لطفی داره میزنه یا این جوان داره میزنه؟ عکسش هم گذاشتن اونجا، این دوتا با هم دارن صحبت میکنن، این آهنگ رو پخش میکنن. پسر جوان، دختر جوان از 18-19 تا 23-24 ساله در تهران میکشن منو، هی تلفن 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 تلفن. آخه میگه آقا کشتی منو، پاشو بیا. میاد، من 3 تا 4 برابر سن او تجربه این کارو دارم. زیادم پرت نبودم، یه چیزی دارم یاد گرفتم. یه اسمی هم بعد جا از من برده میشه به عنوان شاعر. با من صحبت میکنه، میگه نه آقا اینطور نیست که شما میگین. من تو دلم حظ میکنم، باور کنین این راست میگم. ما همچین شخصیتی نداشتیم. من ریش دارم، ریشم هم سفید شده. یه آدم سرراهی هم نیستم که بگن آقا این نمیفهمه. با من بحث میکنه، میدم چقدر خوب خونده. ولی من مهم نیست که من دارم درست میگم یا او، اغلب اون درست میگه، واقعا درست میگه. من تعارف نمیکنم با کسی. اتفاق افتاد یک کسی به من تلفن میکرد، تقریبا 1 سال خورده ای این مرتب من تلفن کرد. لهجه غلیظ ترکی هم داشته. من در عمرم با هیچ کس اینقدر بد اخلاقی نکردم که با این آدم کردم. نمیدونم چرا. و این برام عادت شد. تا این ساعتش میشیدم شروع میکردم به بد اخلاقی کردن. آخری روز گفتم آقا کشتی منو، پاشو بیا خواب. گفت کی بیام؟ گفتم 4شنبه ساعت 10 صبح. من اصلا اون کاری ندارم که تو اتاق نشستم، 4شنبه و 3شنبه و 2شنبه برای من فرق نمیکنه. 10 صبح نه، من صبح زود ساعت 4:30-5 بیدارم. شام تا ساعت 11-12 بیدارم. همینطوری برای اینکه چیز کنم، با اوقات تلخی کنم. کشتی منو، بیا 4شنبه ساعت 10 صبح. حالا 2 هفته بعدش مثلا ساعت 9 صبح 4شنبه من زنگ زد، آقا بیام. داد زدم سرش، میگه قرار نداشتم با تو. میگه نگفتم ساعت 10 صبح بیایی، حالا دوباره چرا میپرسی از من؟ این چرا گوشم گذاشت. سر ساعت 10 زنگ خونی ما رو زدن. من باز کردم با چیز،
بعد فهمیدم یه پسر بچه آمده لاغر مردنی که اگه من این تو خیابون میدیدم این مثلا میگفتم 17 سالش. از دری که وارد شد 2 قدم که آمد تو اتاق من سجام نشستم دیدم که یک دسته گل زشت دستشه و 2 تا جعبه اینطور بزرگ شیرینی. بعدم پرسیدم همین از تبریز آمده و من گفتن چه قنادیه چی یه در مثلا پیروزی یه چیزی هم چیز نوروزی در تبریز میان قنادی معروفی هست. 2 قدم آمد این حالا دستش کالا و میشه سلام استاد سلام با اون لحجهش گفتم خب زیارت قبول من دیدی دیگه خب برو بیچاره واسطاد وسط اتاق چی کار بکنی. یه خورده من نگاه کردم گفتم خب بیا بشین. آمدشون جعبرم با تحصیل ارزان گذاشت رو میز. گفتم از کجا میای؟ معلوم شد این شبانه با اتوبوس از تبریز آمده رسیده به ترمینال غرب ساعت 9 صبح به من تلفن کرد. منم که چون میگه که به تو نگفتم 10 بیایی فلان حالا چرا تلفن میکنی. آمده پشت در واسطه ساعتش نگاه کرده سر ساعت 10 زنگ زده. گفتم که خب لابد شعرم میگی دیگه. گفت بله. گفتم بخون ببینم. همین که ارث بابا من ازش طرف کارم و اصلا اون خشونت حتی از خودم نمیتونم تقلید کنم. یه چیز وحشتناکی هستن. حالا اون آلمان آمده بود تهران کفش و کالا کردیم می‌خواستیم یه جایی بریم حالا یادم نیست کجا. گفتم خب بخون ببینم. ای لبت را شراب بوسیده. من گفتم چی؟ گوشم چیز کردم خب من میدونم دنبالش چی باید بیاد دیگه. عقاب بوسیده طناب بوسیده هر چی فکر کردم میشه چی. خب عقاب بوسیده نمیشه گفت که طناب بوسیده ردیف و قافیه. این چی گفته؟ گفتم خب بخون باقیشو. هی همه بیتاش خوب. بی اینکه فکر بکنم زنگ زدم به دکتر شفیعی کدکنی. گفتم رضا میتونی یه چیز بفیدیم هنوز نمیفهمم چی کار دارم میکنم. گفتم رضا میتونی یه شعر با این ردیف و قافیه بگی ای لبت را شراب بوسیده. گوشی رو گذاشتم. بعد فکرم خب حالا دکتر شفیعی نه هر کسی غیر ممکنه با این وزن و قافیه بتونه یه مصرعی بگه که به اندازه این ای لبت را شراب بوسیده چیز داشته باشه. گفتم خب حالا به شفیعی چی بگم؟ این یه شعری برام میخونه دیگه. بعد بگم نه مزخرفه مثلا مگه همچین جسارت نمیتونم بکنم. رفتیم بیرون و برگشتیم و دیدم که شفیع پیغام گذاشته بود. سایه بعد از تلفن تو بلافاصله من این شعر گفتم برام خوند. گفتم رضا مسئله اینه که یه بچه آمده زبان مادریش هم فارسی نیست یه شعر خونده ای لبت را شراب بوسیده. من اینقدر ذوق کردم خب میشناسه شفیع منو اینقدر ذوق کردم که به تو زنگ زدم. من هیچ قصد مقایسه با هیچ کس نداشتم. خب میفهم تو رو که لازم نیست من توضیح بدی. گفتم یاد شهریار بخیر همیشه میگه خواجه اگه بود نمیتونست اینو جواب بده. حافظ میگه همیشه شهر. بعد این آمد تهران و فلان اینا. گفت میخوام کتابمو چاپ کنم. گفتم نکن من این کاری کردم. حالا اون چیزا من 19 سالم بود یه کتاب چاپ کردم. حالا از خودم قایمش میکنم. پشیمون میشی بعدن که اینا رو چه سفر دیگه آمد دار یه چیز آورد به من. گفتم طاقت نیاوردی
میخوای به دختره بگی که کتابم داری پوز بدی؟ گفت بله. ساده، خیلی ساده. فوراً بله میخواستم جلد به دخترک بدم. تو اون شعر کلمه صوفی داشت. گفتم تو صوفی هستی؟ گفت نه خیر. گفتم تا حالا صوفی دیدی؟ گفت نه خیر. گفتم واسه این غلط ها چیه؟ اینجا با صوفی چی کار داشتی؟ بیچاره چی بگه آخه؟ واسه که آقا خودم یه از صوفی نگو. بهانه میگرفتم دیگه باشه. استعداد فراوانه. بعد جمعیت زیاد شده. از نظر حساب احتمالات شانس این که شعرهای خوبی وجود بیان زیاده. هم کتاب فراوان‌تر شده، خود اینترنت داره کمک میکنه، شما مرتب خبر دارین از دنیای ادبیات و داخل و خارج. و بچه ها هستن یه چیزی که هستن. بچه 2 سال و نیمه یه چیزایی میدونی که دختر 20 و چند ساله نمیدونست. دختر میرفت شوهرش میدادن، خاله ای عمه ای باش تا پشت اتاق میرفت که نترس این اتفاقات اینطوری میفته حالا اینا. حالا بچه 2 ساله میدونه همه قضایا رو. این احتمالی که شاعری، ولی من نمیدونم با شاعر با استعداد شاملو چقدر ممکنه. شاملو نه، ولی یکی خواهد بود که از هیچ چیز کم نخواهد داشت. شاید همه ماها رو، بخصوص ما رو اون نسل عجیب غریبی که ما با هم بودیم، همه رو اصلا در پس بزنه. احتمالش خیلی زیاده. بله، حالا شما گفتید درباره زبان فارسی که اصلا معلوم نیست چی بشه یا چی نشه. من قبل از اینکه اینجا این برنامه رو اجرا بکنیم مرتب یاد شعر حافظ میافتادم که ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه که لطف طبع و سخن گفتن دری داند. و فکر می‌کردم که یه جورایی به ذهنم میرسه که ز شعر دلکش سایه کسی بود آگاه که لطف طبع و سیستم اینترنتی داشته باشه. ولی همینطور که گفتید توی جوابهای دیگه هم که بقیه دوستان نوشتن هم نظرن که خب زبان فارسی یا تمام زبانها رو باید فرهنگستانها حفظ بکنن و این هم چیزیه که باید روش کار بشه. بله، این نگرانی من اصلا بی خوده. یعنی هنوز گویندگان هستن در این کشور، ولی اگر به این شکل پیش بره و متاسفانه جوانای ما به نسبت جمعیتی که ما داریم که اونایی که با ادبیات ایران سر کار دارن، ادبیات قدیم ایران سر کار دارن، در اقلیتن. این شعر منصوری که رواج پیدا کرده و راحت می‌نویسن، همه کلمات رو با هم دیگه می‌چسبونن، چون برای آدمیزاد چیز دیگه از اون در ذاتش تنبلی هست واقعا. یعنی اگر قرار بود که میشد که من این لیوان آب بگم آب بیا برو تو دهن من دیگه دستم دراز نمی‌کردم. واقعا طبیعت آدمیه. همین اختراعات هم که کردیم برای اینکه این کار آسون بکنه دیگه. یعنی آب خودش باشه بیاد بره تو دهن من. و این خطر هست حالا. ولی جاذبه ادبیات کلاسیک ما اونقدر هست که من خیال میکنم جوونا یه دم هستن دارن تلاش میکنن یاد میگیرن. خیلی احتمال من یقین دارم که کسانی خواهند آمد که خیلی درخشان تر از دوره ما خواهند بود. فقط اون فضا اگری درست بشه. برای اینکه اون زمانی که ما چند نفر بودیم
دور مرتضی کیوان واقعا میمردیم برای همدیگه. هیچ کدوم ما شبیه همدیگه نبودیم. هیچ باورامون از فکر سیاسی گرفته تا سلیقه ادبی مثل هم نبود. اجازه دارم یه سوالی ازتون بپرسم که نوشتن شاید هم ربط باشه. استاد اتحاد روی بسیاری از همنسلانشون و شاعرای جدید تاثیر گذاشتن بدون شک. میخواستم بدونم خود ایشان از چه کسانی بیشتر تاثیر گرفتند، هم در زندگی شخصی و هم در آثار هنری. شما دوستانتون رو گفتید شاید. ببین من به خیلی خلاصه بگم، از همه اونایی که شعر خوب گفتن، چه قدیمی چه معاصر، و همه اونایی که شعر بد گفتن، از که آموختی از بیادبان، این واقعا درسته. یعنی ببینین من بعد از این که خیلی سن سالم کم بود، از 8-9 سالگی من شروع کردم به خوندن سعدی. بیشک خب سعدی رو کمتر از حالا میشناختم. بعداً کسی باور نمیکنه ما یه چیز داریم، دوره تجدید فلان، شعرهای مثل عاشق احسانی و فرصت و فلان اینا که شروع کردن به مثل شعرهای قدیمی شعر بگن و خیلی ضعیف. من مو به مو اینا رو خوندم و واقعا من میتونم بگم که از شعر بد یاد گرفتم. حالا صحبت شعر خوب رو بکنیم. دوستی پرسیدن که در حال هوای امروز شعری نسبت به حال هوایی که امروزه داریم گفتید، شعر تازه‌ای درباره. بله متاسفانه این ویروسی از ویروس کرونا ممکنه برایش واکسن پیدا بشه، ولی برای این ویروس شعر خیال نمی کنم. ولی من حالا 93 سالمه. من اونقدر واگیردار نیست. در این چند سال اخیر یلا چیزه، ولی که من تنبل شدم. کامپیوتر من مانیتورش همین صفحه تلویزیونه. باید برم اونجا و چیز کنم و نزدیک اونجا بشینم و با این موس و فلان اینا. یلا میاد برام تایپ میکنه. یه چیزایی که من اینجا تایپ شده دارم همه تایپ دستگلاییست که یلا با افتاده. بعدم هی شعر عوض میکنم، دوباره تایپ میکنیم. خودم حس میکنم که یه دوره تازه‌ای تو ذهن من شروع شده، مخصوصا روی شعرهای خیلی کوتاه، 2 مصرع 3 مصرع 4 مصرع حداکثر سر بر بالا هم. ما این فرمو داشتیم، روایی و 2 بیتی از فرمای خیلی کوتاه ماست در شعر فارسی. من خیال میکنم که فرم ملی ما 2 بیتیه، جز 1-2 تا استان امروزی ما مثل آذربایجان. در همه استانهای ما این 2 بیتی وجود داره. یه نوع 2 بیتی در مازندران بود، امیری پازواری، که وزنش با وزن عروضی 2 بیتی ما فرق میکنه. یکی هم بعد شعرهای بابا طاهر نشون میده که او به یه وزن دیگری شعر گفته. ما خبر داریم، شاید چیزی خیلی مختصری ازش باقی مونده، 2 بیتی هست که بهش میگفتن پهلویات، که مثلا در شعرهای بابا طاهر شما باید من یک کلمه رو یه خورده تغییر بدین تا این وزن عروضیش جور در بیاد. این اواخر من این چند سال اخیر یه مقدار زیادی از این شعرهای کوتاه ساختم. من خودم خیلی راضیم ازش. یعنی یه چیزایی هست که فشرده شده است ولی وسعت چیز داره، تصویر و معنا داره.
برامون میخونید؟ نه دیگه این همه حرفا رو زدیم که شعر نخونیم. یه شعر هست که من تغییرش دادم، متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم. اون صورت اولیه‌ش رو به یه عدی بلدن توی اینترنت هم میذارن، اونو میذارن. بعد من تغییرش دادم. ما در شعر فارسی، حالا شعر کوتاه یا بلند مسئله نیست، یه قافیه داریم، یه ردیف داریم. ردیف یکسانه. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست است به صحرا چه حاجت است. چه حاجت است این تکرار میشه. بعد قدما وقتی میخواستن اینو بخونن، برای اینکه این تکرار به چشم نخوره، تکیه رو روی قافیه میذاشتن. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، به صحرا چه حاجت است. و توی همین غزل حافظ هست میگه که آخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است، باید بگی ما را چه حاجت است، جای تکیه عوض میشه. من امتحان کردم که قافیه باشه، ردیف تغییر بکنه و دیدم که همون کار قافیه و ردیف داره انجام میده. نشستم به در نگاه میکنم، دریچه آه میکشد. نگاه، آه، راه. بعد نشستم به در نگاه میکنم، دریچه آه میکشد، تو از کدام راه میرسی. شما متوجه نمیشین که این ردیف عوض شده، یعنی اون خود قافیه داره کارشو انجام میده. جوانی مرا چه دلپذیر داشتی، مرا در این امید پیر کرده ای. نیامدی و دیر شد، نیامدی. به نظرم خود این فرم هم کمک میکنه، یه موزیکی به خودش میگیری که تأثیر بیشتر میذاره. یا مثلا 3 مصرع 4 مصرع بیشتر نیست، میگه که چه به سر دارد باد، چه به سر دارد باد، باغ ویرانه نمیدانست. پس معلوم شد که باد چی کار کرده که باغ ویرانه شده دیگه. چه به سر دارد باد، باغ ویرانه نمیدانست. بلبل آواره تو نمیدانستی. باغ نمیدونست. خب الحمدلله سوالات تمام شد نه خیر. خیلی سوال. خانم سارا جعفری پرسیدن در ناملایمات زندگی چطور آرامش پیدا میکنید؟ کیوز آرامش پیدا امید ماست. ای کاش میشد. نه ببینین، من از بچگی در واقع تو جهان متضاد در من بود. یک اتفاق ناگوار میافتاد، من تمام وجودم بی اراده خودم حتی تلاش میکرد که اونو چاره بکنه، به هر قیمتی، به هر شکلی اون سختی رو، اون بدی رو، اون بیماری رو، اون حادثی بدی که برای من و برای اطراف من پیش آمده از بین ببره. وقتی نمیشد تن میدادم بهش و آسوده میشدم. از نظر جسمانی هم همین کاری کردم. نادرپور، اولا شما بگم میان این آدمایی که من میشناسم، میان این شعرها، آدم خیلی زیرکی بود، با سواد بود، شعر فارسی رو خوب میشناخت، عادات خاصی داشت. از نوجوانی یکی از تفریحاش این بود نصف شب بره تو قبرستان راه بره. من میگفتم نادر چطور نمیترسی
من وقتی فکر میکنم که تو میری تو قبرستان راه میری، من اینجا لرزم میگیره. یه تصوری تو از ما مثل که مردا پا میشه، من میدونم مرده دیگه پا نمیشه، ولی آدم این چیزو داره. بعد از گرد خاک و بوی بعد اینا وحشت داشت. اگه یه جایی مثلا باد میگه خود خاک می آورد، این دست دماغش میگیره، میگه وای از بیچاره میشه. خیلی هم ساده بود. یه روز یه گرد و خاک زیادی بود، راست حقم داشت. گفت سایی چیکار بکنی فلان اینا؟ گفت می نفس عمیق بکش. اونم فورا نفس عمیق کشید. گفتم این برو میشنوی حالا؟ گفت نه. گفت من تو هم که سواد بردی تو ریت. گفت راست میگی. گفتم برای اینکه تو با کثافات کنار بیایی باید کثیف بشی خودت. میخوای؟ اگه نمیخوای این گند تو خود ببری باید تحمل کنی دیگه. ناله نداره که تو زمین و زمانی که نمیتونی عوض کنی. یا یه روز از جلوی در سفارت انگلیس خیابان فردوسی تا چهارراه نادری چیز 50-60 متره، از ساعت 1:03 تا ساعت 7 بعد از ظهر ما این تیکره رفتیم قدم زنم برگشتیم. نادرپور یه سوال از من میکرد، خب تو میگی که من ازدواج بکنم یا نه؟ میگم نادر جان تجربه کسی به درد دیگری نمیخوره. من یه آدم دیگه هستم، تو یه آدم دیگه هستی. اون کسی هم زن من شده با اون که میخواد زن تو بشه اونم فرق داره. تجربه من نمیتونه به کار تو بخوره. 1 ساعت هر خب حالا میگی چی کار بکنم؟ ازدواج بکنم یا نه؟ دوباره از 1:03 تا 7:30 بعد از ظهر